سلام، به استودیوی من خوش اومدین. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، امروز در واقع پنجشنبه است و در طول هفته گذشته من در حال ساخت مجسمه جدیدم بودم. از بین کاراکترهایی که کار کردم یکیشو انتخاب کردم که اینجا چسبیده شد. هم دوره ولی شاید دیده بشه. و شروع کردم به کار. در ادامه بخشی از اون ویدیوهایی که گرفتم رو میذارم که تماشا کنین. همین الان هم شاگردم تازه رفت. خیلی کلاس خوبی بود، خیلی خوش گذشت و با هم دیگه نقاشی کشیدیم. یه بخشایی از کلاس رو هم احتمالاً توی ویدیوها میذارم که تماشا کنین. ممنون که همراه هم هستین.
دیگه. میخوام براش گربه درست کنم. قاب عکس گربشه؟ آره. بالا روی میزش چی هست؟ از این چیز میز رو درست میکنه. به چیز میزایی که درست میکنه یعنی از این پاکتی های میگیم بلاین باکس. این مثلا اینو خودش خریده مثلا. داخلش هم اینه. آخه چه بامزه است. دوباره میچسبه بعد اینم یخچاله. این نوشابه است. این چیتوز پنیری درش میبند. یخچال اینجا گازه اینجا میز شروع کرده مشت نمیگم اسمش متو زدم به شکمم محکم. بعد پس یه مبارزه واقعی بود. مربی گفت برو به سمت سرش و گفتم اجازه استاد من نمیتونم این از این محافظ سر داره ولی نمیتونه چشاش اینطوری تا اینجا هست نمیتونه چشاش خوب ببینه. لزیش تا اینجا هست نمیتونه چشاش خوب ببینه. همونطوری که اول ویدیو گفتم امروز پنجشنبه است و شاگردم هم تازه رفته و من واقعا خستم و گشنم و اینکه این آرمیچر اولیه مجسمه به این مرحله رسیده. چقدر میرقصه مجسمه. در واقع رقاصه دیگه. این خیلی کار داره هنوز. یه مقدارم میخشو باید محکم کنم که این انقدر لق نزنه. بعد اینکه متریالم هم تموم شده، فویلم تموم شده، چسبم تموم شده، یه سیم میخوام با این ضخامت، ازش همه غم مونده و من شنبه بعد برم خرید قبل از اینکه بخوام ادامه کار رو انجام بدم. تا همینجا فکر میکنم برای ویدیوی این هفته کافیه و